آدم‌ها به اندازه افکارشون بزرگن و به اندازه اقدامشون موفق و همچنین به اندازه نیتشون موثر. آفر خیلی قشنگ صحبت منه، بسیار قشنگ اختلاط منه، ولی بعضی وقتا واقعا حلیم نمیره چی برمگه. یک شب دگر یک گپ زیان دگر امیم با هم دگر گپ بزنیم، شما هم تا جای متنین با هم دگر گپ بزنین، دیدیلتان نگاه مدارن خدایی نکیده سکته نکنه، بیاین با ما گپ بزنین. بدو ببین. موافقم جعفر آقا. و امشب باز هم در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه از مجموع برنامه گپ زیان و امشب هم باز یک مهمون داریم برای شما عزیزان. دوستدار محیط زیست بودن صرفاً این نیست که به یه سری شعار قناعت کنیم. زمانی قشنگ و لذت بخش میشه که این شعارها توی زندگی شخصی ما هم نمود پیدا کنه، مثل همین خریدهایی که بدون پلاستیک، بدون زباله انجام میدیم، مثل وقتی که از دوچرخه داریم استفاده میکنیم که ترافیک ایجاد نکنیم، برای سلامتی خودمون و هوای پاک شهر خودمون ارزش قائل بشیم. خیلی خوب، مهمون ما به جمع اما پیوستگ امیم که با همدیگر گپ بزنیم. در خدمت شما هستیم مهدی آقا، صحبتی اگر هست. همچنین خدمت شما جعفر آقا. خیلی خوشحالم که من هم در خدمت مهمون عزیزمون هستم و خوشحالم میشم که سریعتر خودشون رو معرفی کنن. بله، امشب مگن ایمان آوردیم، بریم ببینیم چی ایمانی آوردیم. به نام خدا. سلام، ایمان لطفی هستم، اهل نیشابورم، خانه‌ام دامنه بینالود. در خدمت شما. بسیار زیبا. روزگارم بد نیست. جناب آقای لطفی، آقای ایمان، بفرمایید تو چه زمینه شما فعال هستید؟ من تو زمینه محیط زیست و حالا خاص‌تر تو بحث کاهش زباله، مدیریت مصرف، سبک زندگی پایدار و موضوعاتی از این حیث. چقدر خوب. اگر اشتباه نکنم آقای ایمان، به شما و دوستان شما فکر می‌کنم میگن کنشگرهای محیط زیست، درسته؟ اصلا کنشگر یعنی چی؟ به چه کسی کنشگر میگن؟ کنشگر یعنی فعال. حالا توی زمینه محیط زیست به بچه‌ها یا به دوستانی گفته میشه که توی این زمینه سعی میکنن آگاهی بخشی کنن، مطالبه کنن، موضوعاتی که مبتلا به محیط زیست کشورمون میشه، محیط زیست جهان میشه، محیط زیست منطقه‌مون میشه، باش درگیریم، روبرویم، آگاهی بخشی کنن بین مردم و مطالبه کنن حالا از مسئولین، از جامعه که بهبود ببخشن اون مشکل یا اون معضلی رو که باش روبرو شدیم، روبرو هستیم الان. مثلا چه معضلاتی، چه مشکلاتی؟ خب الان چیزی که سرخط همه اخبار هست بحث آب، بحث زباله، گرمایش جهانی، مصرفگرایی که این روزها یه جورایی یک بیماری پنهان تو بین همه ما و ناخواسته داره کره زمین و به همه ما داره ضربه میزنه.
چقدر خوب. جعفر آقا، به نظر شما فکر میکنید آقای ایمان یا امثال آقای ایمان مثلا چند تا ما تو کشور داریم؟ ولو دانشابور که همین یک دانه را کشور هنوز نشمردیم، ولی خب دانشابور همین یک دانه باید قدرش بدانیم و ان شاء الله امشب هم بینجی که بیشتر آشنا رویم و همشهریامون بیشتر بشناسن و بیشتر قدرش ان شاء الله بدانن. مرسی. خدای شما. چند وقت شما بی فعالیت یا کنش مشغول هستین؟ خب حدود 3 سال تقریبا. به صورت حالا اینکه توی خودم بخوام کنشگری رو انجام بدم 2 سال، 1 سال تمرین کردم که خودم اون سبک زندگی رو تمرین کنم، خودم اون موردایی رو که مثلا یه جایی به عنوان شعار محیط زیستی مطرح میشد سعی میکردم که اونا رو تمرین کنم توی زندگی، برسم به اون نتایج. و بعد از حدود 1 سال و اندی شروع کردم با نوشتن، با تولید محتوا توی فضای مجازی، همون کار آگاهی بخشی و در واقع مطالبه رو انجام دادن. همین مستقیم برید به تقاطع که رسیدید، میریم سمت راست که برسیم به ابتدای جاده تهران. حالا اونجا یه سری فروشگاه در واقع مواد غذایی و خدماتی هست و یه فضایی که پلاستیکایی که ریخته شده، زباله‌هایی که ریخته شده اونجا با هم از نزدیک می‌بینیم. این اتفاقیه که توی تقریبا تمام جاده‌های مواصلاتی کشور، هر جا که ما از شهرمون خارج میشیم به یک سمتی می‌خوایم حرکت بکنیم، این پلاستیک‌ها رو متأسفانه می‌بینیم. یعنی بیشتر از بوته‌های گیاه ما توی کنار جاده‌ها دیگه داریم پلاستیک می‌بینیم و این واقعا خیلی تلخ و خیلی تأمل برانگیزه. اینجا ورودی شهر ماست، ورودی خیلی از شهرهای کشور ماست. کنار خیلی از جاده‌های مواصلاتی توی شهر ما به این شرایط افتاده. اینا همون پلاستیکاییه که قرار بوده نگیریم، قرار بوده مدیریتشون کنیم، قرار بوده نوع پلاستیک بگیم، ولی اون نوع پلاستیکا فقط توی شعار باقی مونده. نتیجه شده این اتفاقات تلخی که کنار جاده‌هامون داریم می‌بینیم. به عنوان یک دوستدار محیط زیست واقعا آرزوی قلبیم اینه که ورودی هیچ شهری کنار هیچ جاده‌ای توی کشور ما، توی روستاهای ما، توی شهرهای ما این اتفاق تلخ و زشت نیفته. امیدوارم یه روزی مردم ما، مسئولین ما به این درک و آگاهی برسن که ما فقط یک زمین برای زندگی داریم. طبیعتمون، زمینمون قابل تکرار نیست که غرق این همه زباله و پلاستیک شده. چی باعث شد اصلا این اتفاق در شما افتاد؟ من بر خودم دارم میپرسم و شاید برای بعضی از بیننده ها این نهیب در شما زده شد که من باید به فکر محیط زیست بیفتم. خب همه آدما توی فطرت خودشون یه جورایی دوستدار طبیعت هستن، ولی هممون ساده از کنار این مسائل عبور میکنیم. همیشه میشنویم آب نیست، زباله زیاده، شیرابه ها خاک آلوده کردن. خود من با اینکه حالا راجع به محیط زیست اطلاعاتم شاید بیشتر هم بود، یه بخشی از تحصیلاتم هم تو حوزه محیط زیست بود، برای خودم یه عذابی بود، یه سختی بود. مثلا هر شب این کیسه زباله رو میبردم دم در، میگفتم خب چرا اینا واقعا این که میگن بحث بازیافته و اینا واقعا کجا میره، اینا دفن میشه، این که ما میگیم برمیگرده به طبیعت چقدرش عملی میشه. توی همین گیرودار حالا
توی مسیری که دنبال حالا یه سری مطالب بودم مطالعه می‌کردم و اینا، با یکی دو تا از دوستان تو فضای مجازی با مطالبشون آشنا شدم، موضوعاتی رو که می‌دیدن برام باعث شد زوم کنم. یه اتفاقی هم افتاد، ما یه برنامه‌ای داشتیم باید می‌رفتیم خارج از شهر، واقعا اتفاقی مسیرمون به کنار زباله‌گاه یکی از شهرهای اطراف افتاد و یهویی من خودم رو وسط یک کوهی از زباله دیدم و با خودم گفتم اینا همون زباله‌هاییه که ما همشهریامون هموطنامون هر شب دارن اینا رو دم در و بعد میگیم دور. یه اصطلاحی هم هست که تا صحبت زباله میشه و یه چیزی رو لازم نداریم میگیم بندازیمش دور. این دور کجاست؟ بعد فهمیدم این دور خیلی به ما نزدیکه. دقیقاً. به ما نزدیکه و شاید نزدیک به یک سری انسان دیگه است، تو محیط زندگی یه عده آدم دیگه است. از اونجا برگشتم و دوباره خیلی درگیر شدم با این موضوع و تصمیم گرفتم که من حداقل اون آدمه نباشم که هر شب زباله بذارم دم در. و از حدود همون 3 سال و اندی یا 2 سال و اندی پیش زباله‌ای که ما تحویل دادیم به باکس‌های شهرداری شاید ماهی یک بار یک مقدار کمی زباله خشک بوده، حتی زباله تری هم نبوده که بگیم بحث شیرابه درش دخیل باشه. خب گفتم شیرابه چی اصلا؟ شیرابه وقتی ما زباله خشک و تر رو با هم میبریم یه جایی دپو میکنیم، این رطوبت باعث میشه که ایجاد یک در واقع پسابی بکنه. این پساب طبق حالا نظر کارشناسا حدود 30 برابر، بعضی جاها بیشتر از سمی‌ترین نوع پساب سمی‌تره و بسیار تصفیه این هزینه بر و گرانه و وقتی این پساب و این شیرابه وارد خاک بشه هم اون خاک رو آلوده میکنه، هم منابع آبی که در زیر دست اون در واقع پهنه هست آلوده میکنه. یه عددی رو من اینجا به شما بگم، از هر تن زباله‌ای که میره به زباله‌گاه بسته به حالا رطوبتش و فصلش بین 400 تا 800 لیتر زباله میتونه تولید بشه. بسیار عدد دردناکیه، بسیار عدد تلخیه. درسته. خیلی خوب، دست شما درد نکنه. میگن که تنها کسی که متنورگه و ایمان دارم بابای ایمانه. بله خب، حالا بحث زباله‌گاه رو مطرح کردین. ما توی فضای مجازیم که حالا خورده مچرخیم این مبحث رو خیلی بهش برخورد کردیم که بحث همین زباله‌گاه پایین شهر سمت میان جلگه. بله این چجوری بیا قرار موقت باشه اما دائم رفته نزدیک 30 ساله کی ما این اقامتش تمام رو و موقتیش تمام رو از این خبری دارین یا اطلاعی اگه دارین با ما یا بینندگان عزیز ما بدین؟ من فقط یه نکته رو به ذهنم میرسه، این زباله‌گاهی که ما توی این شهرمون داریم مشابه این رو توی همه شهرها داریم. دقیقاً. بدتر از این رو توی شمال کشور به اون زیبایی ما وسط جنگل‌های زیبای هیرکانی که میراث ملی کشورمون هست کوه زباله داریم. درسته. و حالا میفرمایید موقتش زمانیه که ما بخوایم تغییر بکنیم. بله. ما سبک زندگیمون رو اصلاح بکنیم، وگرنه این زباله‌گاه 2 کیلومتر اونورتر باشه، 5 کیلومتر اونورتر باشه، هر جایی که باشه این مثل یک در واقع غده سرطانیه، متاستاز میده، باعث بیماری میشه. زباله‌گاه درمان بحث زباله نیست. درمان بحث زباله تو خونه های ماست. مشکل مدیریت پسماند ما از خونه های ما شروع میشه، از سبک زندگی ما، تغییر سبک زندگی باید بدیم، خرید کردن های ما شروع میشه، از جایی که ما میخوایم انتخاب کنیم یه کالایی رو بیاریم توی زندگی خودمون. چجوری اون کالا میاد؟ ما یه هرمی داریم توی سبک، حالا این سبک زندگی پایدار یا سبک زندگی بدون پسمان یا سبک زندگی پسمان صرف، میگیم اولین مرحله اجتناب کردنه. تا جایی که من یه کالایی رو، یه وسیله‌ای رو نیاز ندارم چرا باید بخرمش؟ و وقتی نیاز دارم میخوام بخرم چرا بیشتر از اندازه مصرف خودم میخرم؟ چرا باعث میشم که مثال بزنیم محصولات کشاورزی رو. محصولات کشاورزی ما که با این شرایط تنش آبی داره تولید میشه به این سختی، حالا با مدیریت غلط منابع آب، ما 45% محصولات کشاورزیمون از مزرعه تا سفره ما داره هدر میره. این عدد مستنده، یعنی حالا بستگی داره به محصولش، به اون اقلیم کشورمون، بین 30 تا 45% از محصولات کشاورزی داره تلف میشه. یعنی شما میری مثلا 1 کیلو گوجه نیاز داری، 3 کیلو میخری، یه بخشش توی یخچال خراب میشه، یه بخشش رو میریزیم دور.
و دوره کجاست؟ همون زباله‌گاهی که باعث ایجاد شیرابه شده بود. خیلی خوب. ایمان جان با کاری که منی ایمان داری؟ خیلی گاه. بله. پایان چالش اعلام. نه دیگه جعفر آقا. خب این دقیقا همون پاک کردن مسئله است. ما نمیتونیم حلش بکنیم و در اصل نمیخوایم سبک زندگیمون رو عوض بکنیم و خودمون اصلاح بکنیم، پس میگیم نمیشه ولش کنیم و این شده که الان هست. خب حالا باید چه کار کنیم که اتفاقا بیفته؟ شما که با کارت ایمان داری، جامعه بیای به این کاره ایمان بیشتر بشه، برسه به ایمان. خب خیلی فاکتورها هست که بتونیم برسیم به این. یکی این که آموزش، نه این چیزی که الان تحت عنوان آموزش هست، ما الان به اسم آموزش خیلی میشنویم، ولی موضوع محیط زیست الان توی اولویت‌های رسانه‌ای ما، تو اولویت‌هایی که ما تو جامعهمون باید مطرح بشه نیست. درست. این که چرا نیست رو حالا من فکر نمی‌کنم باید جواب بدم. جوابشو باید مسئولین بدن که چرا موضوع محیط زیست به عنوان اولویت اول کشورمون نیست. چون ما بدون آب، بدون هوا، بدون زمین، بدون کشاورزی، بدون مواد غذایی نمیتونیم زنده بمونیم که بخوایم کار دیگه ای انجام بدیم، تصمیم دیگه ای بگیریم. اولویت اولمون اینه و نیست. و حالا میتونه تو مسیر آموزش، تو مسیر عملگرایی، کسانی که خودشون متولی کارن، کسانی که خودشون متولی محیط زیستن، متولی پسماندن، مجری کارن، خودشون عمل کنن به اون شعارها و اون قوانینی که گذاشتن. یک، ما نیاییم مراسم تجلیل از فعالان محیط زیستی برگزار کنیم، بعد پذیراییمون یک بار مصرف باشه، لیوان یک بار مصرف بذاریم جلوشون. و بعد اینکه ما در همه این موضوعات و این چالش‌هایی که الان خدمتتون گفتم قانون داریم. عزیزان مسئول همین قانونایی که وضع شده اجرا کنن. اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه محیط زیست. قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، قانون مدیریت پسمان، قانون نظارت بر شکار و صید. قانون‌ها بسیار شسته رفته و شرح وظایف همه مشخصه. همین که یه معضلی داریم مثلا پرتاب زباله از ماشین، این یه کار خیلی مثلا کوچکترین شاید جرم محیط زیستیه دیگه الان دیگه. برای همین آقای وحیدزاده توی قانون تعیین تکلیف شده. جزای قانونیش دیده شده. حالا شما تا حالا دیدید با کسی که زباله پرتاب بکنه از ماشین برخورد بشه؟ ما برای ریختن پسماند، پساب صنعتی توی رودخونه ها قانون داریم. جزاش از 1 سال حبس تا حالا جزای نقدی داره. الان اتفاقی که داره توی کشفرود مشهد میفته. زباله ها با تانکر میرن، پسابا با تانکر میرن توی کشفرود تخلیه میشن به راحتی. کسی هم نیست جلو اینا رو بگیره. یعنی یه نفر نیست که دستگیر شده باشه بگن آقا ایشون مجرمه در این خصوص. این اتفاق توی همه جا میفته. مثل همون زباله‌گاهی که همه جا هست، ریختن نخاله هم همه جا هست، رها کردن پساب‌های نامشخص. یه کارگاه زیرزمینی داره یه محصولی تولید میکنه، برای پسابش هیچ برنامه‌ای نداره، میره خالی میکنه یه جایی. هیچ نظارتی رو اینا نیست. یعنی اتفاق اگر بخواد بیفته اون بعد نظارت باید قوی بشه. درسته. بله دست شما درد نکنه. حالا بحث آب و اینا هم که مطرح کردیم، واقعا به نظرم حساس ترین مسئله‌ای که الان کشور باهاش درگیر هست بحث خشکسالی و آبه. ما هم خود شهر نشابور را نگاه کنیم و روستاهای اطراف را میبینی هر چند قدم یک کالی دیمون شهر هست. یعنی کال منوچهری هست، کال کریم آباد هست، کال فیض آباد هست، کال دولت آباد هست، کال جنگل هست. چه کار رفته که الان، یعنی خودم یادم میاد ها مثلا دهه 70 این کالام فصلی بود. یک فصل مثلا خصوصا فصل بهار چندین بار اینا اومه، هر موقع اومه 3 هفته همونجور پرکوب دیگه اومه. ولی الان این قضیه نیه. همرودخانه‌های اصلیم که مثلا بوجان و تاغون و فلان اینا دوشته ایم، متاسفانه اکثرش به خشکی در عمل دیگه. آقای خوشبیان، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی.
ما الان که به اینجا رسیدیم تازه صدامون در اومده چرا بارون نمیاد، چرا برف نمیاد، چرا نمیریم رصد کنیم نحوه زندگی کردنمون رو توی این 30 سال گذشته. حالا بحث آلودگی هوا و بحث آب ابعادش خیلی گسترده است و کاملا تخصصیه. نمیشه روی مثلا حالا یه سری اخبار منتشره توی فضای مجازی و حالا سایت‌های خبری ما بیام اظهار نظر کنیم یا بسنده بکنیم. نیاز به مطالعه همه جانبه داره. ولی چیزی که من در واقع خودم بهش معتقد هستم ارتباط مستقیم داره با سبک زندگی ما، اما ما میگردیم یه دلیل درشتی پیدا میکنیم که بندازیم گردن اون خودمون مبری بشیم. توی همین شهر نیشابور ما من اصلا آمارش رو نمیگم یا نمیدونم که بگم، شما تعداد پلاک هایی که در واقع توی این شهر تردد دارن رو در سال 1402 مقایسه کنید مثلا با 1372 و بعد میزان آلودگی هر خودرو رو، میزان گرمایی که هر خودرو تولید میکنه، میزان کربنی که هر خودرو وارد جو زمین میکنه رو مقایسه کنید. هر خانواده شاید الان خانواده هایی داریم که 3 تا ماشین هم دارن، 2 تا ماشین هم دارن. سبک زندگی ها تماما شده مصرفی، تماما انرژی بر و خب این انرژی یه جایی به خودمون برمیگرده دیگه. این ضربه ای که به طبیعت زدیم. ما یه اصطلاحی داریم میگیم رد پای کربن و رد پای اکولوژیک. رد پای کربن یعنی شما هر فعالیتی که انجام میدی، غذا میخوری، راه میری، ورزش میکنی، خرید میکنی، میزان انتشار دی اکسید کربن توی هوا مشخصه. این اعدادش رو میتونید خودتون تو در واقع اینترنت سرچ کنید به دست بیارید. و رد پای اکولوژیک یعنی شما برای زندگی کردن، ادامه حیات روی زمین به چقدر منابع نیاز داری. الان با این سبک زندگی که فرضاً یک کشور در واقع مصرفی رو توی دنیا در نظر بگیریم، من توی یک در واقع مقاله میخوندم که به 5 تا کره زمین نیازه که مردم بخوان مثل اینا زندگی کنن و همه دوست داریم مثل اونا زندگی کنیم. فکر میکنیم که اون رفاهه اون خوبه. 100 فاصله افتاد بین آسایش و رفاه. آسایش یه حدیه ولی رفاه ته نداره. درست. تو کنشگری محیط زیست، توی دوستدار طبیعت بودن، وقتی که صحبت از فرهنگ سازی میکنیم اونجایی برامون قشنگه، اونجایی نمود عینی پیدا میکنه، اونجایی ارزشمنده که این فرهنگ سازی بیاد توی زندگی عملی من و شما، توی خریدهامون، توی پلاستیک نگرفتن هامون، توی به اندازه مصرف کردن هامون، درست خرید کردن هامون و کل اون مسائلی که موضوعاتی که حالا توی شعارهای محیط زیستی، توی پوسترهای محیط زیستی، توی برنامه‌های محیط زیستی همه می‌بینیم و میشنویم و خیلی ساده از کنارش رد میشیم، یک بار برای همیشه بیایم تصمیم بگیریم اینا رو توی زندگی خودمون عملی کنیم. واقعاً دوستدار محیط زیست بودن نه سخته نه حوصله بره، بسیار لذت بخش و شیرینه و واقعا زمانی اینو درک میکنی که تجربه میکنی، باهاش زندگی میکنی. اتفاق قشنگی که میفته و شاید تکرارش برای ماها دیگه تبدیل به عادت شده، اما این شیوه زندگی پایدار، شیوه زندگی پسمان صفر، اون راهیه که میتونه زمین رو، طبیعت رو از زباله، از گرمایش زمین و از این اتفاقات تلخ نجات بده. قرار نیست یک نیروی اهورایی از آسمون نازل بشه که طبیعت ما رو نجات بده. قرار نیست یک مسئول خاصی منصوب بشه که طبیعت ما رو نجات بده. تنها کسی و تنها راهی که میتونه طبیعت ما رو نجات بده من و شمای هموطن و همشهری هستیم که میتونیم زمین رو از شر این همه آلودگی و زباله و اتفاقات تلخ نجات بدیم. درست. من حالا فرمایش شما، من خیلی ببخشید جعفر آقا، یه چند تا نکته رو شما اشاره کردین آقای ایمان. من بیشتر میخوام اشاره کنم به تغییر سبک زندگیمون. این حالا ربطی هم بحث نیشابور یا هر شهر خاصی نیست، این مربوط به همه ما ایرانیاست. ما سبک زندگیمون واقعا غلطه. این که اشاره کردید به پرتاب زباله از ماشین و خودرو، میخوام یه چند مورد دیگه هم بگم. این که اگه دقت کرده باشیم بعضی از خودروها متاسفانه
این زباله‌شون رو میذارن رو صندوقه ماشینشون که حالا به خیال این که مثلا برسن به یکی از این چرخ‌های شهرداری و اینو مثلا اونجا و متاسفانه اصلا کلا فراموش میشه. طرف میشینه پشت ماشین و میره و بعد این زباله کف خیابون میفته و فراموش میشه. این ایراد از فرهنگ ماست و فرهنگ من ایرانیه، فرهنگ من نوعیه که دارم این کار انجام. این نه ربطی به شهرداری داره، نه ربطی به مسئولین داره. سال‌هاست شخصیه. که آیه مجیدزاده جعفر آقا، سال‌هاست شهرداری‌ها میگن 9 شب 9 شب 9 شب 9 شب. چرا؟ باز ما 7 صبح 10 صبح 11 اینا رو من با چشم خودم میبینم. چند سال رصد میکنم این موضوعات رو. خب وقتی شما زباله رو گذاشتی بیرون، زباله گرد هست، حیوانات پرسه میزنن، اون رو پاره میکنن، فضای شهری رو آلوده میکنن و بعد ما همین خود ما مردم معترض میشیم، میگیم آقا چرا شهر ما کثیفه. آره درسته. البته این فقط مختص شهر نیست. من چون اینجا یادداشت کردم شما در حین توضیح بودین، من اینا رو یادداشت کردم. یکی دیگه این که خب قطعا این نیشابور یکی از شاهراهاست چون که منتهی میشه به مشهد و من تو جاده که حالا به واسطه برنامه‌ای که داریم که حالا شما هم افتخار مهمونی ما رو دارید و تشریف دارین، این که من دیدم کنار جاده پر این زباله‌های مشمع‌ایه که به این خارهای حالا کنار جاده چسبیده و اولا که از نظر ظاهری خیلی زشته و اینکه این نتیجه زائرین پیاده است که در حین حالا رفتن به مشهد پذیرایی میشه ازشون و این مشمع بهشون داده میشه. ای کاش این فرهنگ همونقدر که فرهنگ دینی ما رو داریم پرورش میدیم، فرهنگ شهریمون، فرهنگ رفتار صحیح رو هم آموزش بدیم. اینو من قبول دارم. یه بخشش همونیه که شما فرمودید، یه بخشش هم تولید بی‌رویه و بی سرحد و بی برنامه پلاستیک تو کشور ماست. چرا اصلا جلو تولید پلاستیک گرفته نمیشه؟ خب آره ما فرهنگش رو نداریم. هر ایرانی در روز به طور میانگین 3 تا پلاستیک استفاده میکنه. 3 تا پلاستیک که میانگین زمانی که این پلاستیک تو دست و بالش هست 20 دقیقه است. یعنی بعد رها میشه توی طبیعت. حالا آمارهای دیگه‌ش رو نمیگم که وقت برنامه گرفته نشه. چرا باید پلاستیک تولید بشه؟ اون بحث قانونی که گفتم، ما سال گذشته خود هیئت وزیران یه اصلا مصوبه ای داشت، یه جلسه ای داشت توی این خصوصی خروجی داد که بیایم پلاستیک ها رو حذف کنیم، به جاش پلاستیک های در واقع زیست تخریب پذیر راجبش مطالعه بشه. ببین یه نکته هم حتما بگم چون برنامه مردم میبینن، این پلاستیک هایی که توی مغازه ها میبینید نوشته تخریب پذیر است یا نمیدونم 3 ماه بعد در طبیعت این یک در واقع گول زدن مردمه. ما کالای در واقع پلاستیک زیست تخریب پذیر نداریم، هنوز در ایران نداریم. پایه گیاهی باید داشته باشه. اینا پایه در واقع تحت عنوان استاندارد آکسو هست. اینا فقط تخریب میشه، پودر میشه، اون به ذرات میکرونی تشکیل در واقع تبدیل میشه. اینا میاد توی در واقع ما تنفس میکنیم، استفاده میکنیم. یعنی یه جوری دروغ رسانه‌ایه. و حالا من یه لیوانی خدمتتون آوردم. این لیوانا خیلی برای ما آشناست. من یه تاریخ هم زدم اینجا اگر دوربینتون بگیره. 25/5/402 توی جلسه حضور پیدا کردم. من معمولا که نه کلا استفاده نمی‌کنم. دیگه چای ریختن آوردن، اونو با خودم نگه داشتم. هنوزم دارم باهاش حالا استفاده که رو در یخچال گذاشتم، خودم با این آب می‌خورم. میگن اینا کاغذیه، اینا دوستدار محیط زیسته. اینم دروغه دوستان. این لیوان اگر کاغذی بود، شما داخلش آب میریختی یا چای میریختی یا قهوه میریختی، این باید از هم میپاشید. اینو اصلا ببرید بذارید توی یک کتری آب جوش، هیچ اتفاقی براش نمیفته. این داخلش قشای پلاستیک داره، این نایلونیه. اینو ببرید زیر خاک، بعد 1 ماه ببرید درش بیارید، هیچ اتفاقی براش نیفته. پس اینم نکته بود که به ذهنم رسید بگم که از این. بله. خیلی متشکرم، دست شما در نکنم. خب یک مبحث دیگر که باز هم توی شهر نه سخت نیست. البته مسئله سختیه ها، ولی خب مطمئنا من فقط اسخام اینو یادآور بشم، ما تقریبا برنامه‌مون تموم شده است و این مبحثی که با شما داریم انقدر طولانیه و انقدر متاسفانه دردناکه که ما نمیتونیم توی یک مجموعه که حالا ما ضیق وقت داریم این رو مطرحش بکنیم. ولی باز اگر فکر میکنید مبحثی هست که کوتاست و خدمت آقای میتونیم باشیم،
بفرمایید. حالا خیلی کلی خدمت شما عرض کنم مواردی که خودم حالا تو یادم بیاد نوشتم. بحث زباله‌گاه را که گفتیم خدمت تا تغییر وضعیت آب و هوایی گذشته نیشابور تقریبا حالا همون بارش ها و اینا. بعد این بحث شکافی که در دشت نیشابور ایجاد رفته اینا هست، ریزگردها و غبار و این مسائل در کل خواسته بشین خلاصه ورگوین چی پیشنهادی دارین و چی حرفی به مخاطب در مورد همه این مسائل زیست محیطی؟ خب من حوزه فعالیتم کنشگری تو سبک زندگیه. حالا ما برای معضلات محیط زیستی حتما راهکارهای علمی فنی داریم، ولی اینا توأماً با همه و توصیه اکیدم اینه که تلاش همگانیمون چه توی در واقع حکمرانی کشورمون چه توی مردم این باشه که بریم به سمت اصلاح سبک زندگیمون. ما توی کشورهای توسعه یافته این نحوه زندگی کردن ما مطروده، اصلا نداریم ما این حالا رفتارهایی که میبینیم، چون زمان نداریم. من دیگه خلاصه ممنونم ازتون، سپاسگزارم و اینکه افتخار دادید در برنامه شرکت کردید. ما همیشه حالا بر اساس مهمان هایی که دعوت میکنیم یک هدیه ناقابلی تهیه کردیم که به عنوان یاد بود تقدیم مهمانمون میکنیم. من خواهش میکنم از دوستان پشت صحنه این هدیه رو به ما برسونن که ما این رو تقدیم شما بکنیم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای ایمانی خدمت شما، قابل شما رو نداره، خواهش میکنم. و اینکه انشالله بشه که این قدمی باشه و شروعی باشه برای همه ما که سبک زندگیمون رو اصلاح بکنیم برای خودمون و آیندگانمون. خوشحال میشیم که این هدیه ناقابل ما رو شما ما ببینیم که حداقل باعث خوشحالی خودمونه. ناقابل. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن بله، بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم ممنونیم از شما. اگر افتخار بدید ما باز بر اساس برنامه که داریم و اینکه به عنوان یادگاری با مهمان هامون عکس میگیریم، با آقای ایمان و جعفر آقا عکسی داشته باشیم که در خدمت بینندگان هست. ممنون که با ما همراه هستید. انشالله باز هم در قسمت بعدی در خدمتتون خواهیم بود. از من خداحافظ. همه ما مسئولیم و مسئولین مسئول‌تر. انشالله که دلاتون خوش باشه. خدا.